بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت تک تک دوستان عزیزم. با دوره پیشرفته یک طراحی برد مدارچاپی در نرم افزار آلتیوم دیزاینر در خدمت شما خوبان هستند. دوره دوم، جلسه سوم و جلسه آخر و قسمت دومش. خب تو بخش اول راجع به یه بردی و ما با هم تحلیل کردیم و اشکالاتمون رو گفتیم. تو این جلسه هم ادامه اون بحث رو با هم دیگه پیش میبریم و در نهایت راجع به فاینالایز کردن یه پروژه با شما صحبت خواهیم کرد. اگر دوستان آماده هستن و سوالی ندارن بفرمایین که شروع کنیم. خب دوستان عزیزم، اینجا دیدید دیگه که این زمین چقدر بد متصل شده. اولا اینکه این یه نکته‌ای که بود، اصلا این زمین این بخش از این زمین اصلی لازم نبود جدا بشه. من نمیدونم حالا چرا این کارو کردن، آیا با توصیه استاد خودشون بود یا نبودشون متوجه نشدم، ولی این زمین بسیار بدی بود. خب حالا بریم یه خورده عمیق‌تر دوباره راجع به تغذیه‌اش هم یه نگاهی بکنیم. بچه ها هستید دیگه؟ یه اوکی به من بدید. خب عزیزانم، شما این الان واضحه دیگه، یه تغذیه هستش. اینجا داره 220 وارد میشه، یه دونه دیود پروتکشن رو اینجا گذاشته، اینجا دوتا خازن واحد، یه دونه LM2576 یا از همین خانواده شده، اینجا پایه خروجیش واحد یه دیود به سمت زمینه، واحد یه دونه سلف شده و در نهایت با یه خازن اینجا جریان این ولتاژ خروجیشو درست کرده. خب بچه ها، مشکلی که الان دارید میبینید تو این تصویر رو به من بگید. جلسه پیش من کامل به شما گفتم، تو این جلسه هم بخش اول یه اشاره کردم. اگه چیزی اشکالی نمیبینید یه منفی بفرستید، اگر اشکال میبینید بفرمایید. اشکال میبینید خب بفرمایید. خانم اسدی، بقیه بچه ها اشکال میبینید بفرمایید. اشکال نمیبینید منفی بفرستید، یعنی بگید آقا درست طراحی کرده. کسی ایده ای نداره؟ میشنوید دیگه صدای منو؟ یه علامت بفرستید که من بدونم صدای منو دارید. خب خداش نزدیک بودن پد و وایا نه. بچه ها LM2576 چی بود نکتهش؟ زمین این IC با زمین این دیوده با زمین خازن باید کلوز باشه. جلسه پیشم توضیح دادم خدمت شما. LM2576 خب LM2576 ببین بچه ها، این IC DC to DC هستش. خب و نکته ای که داره اینجا توی PDF هم میکشه، حالا امیدوارم توی این PDF باشه. خب اینجا توضیح میده، اصلا شکل کشیده تو خود PDFش. جلسه پیش هم گفتم، حالا دوباره دارم میگم. خب بله عزیزمی. خب نگاه کنید بچه ها، این LM2576 دیگه، یه دونه خازن ورودی داره، اونجا هم داره یه دونه، دوتا حالا یه خازن زمین داره، یه دونه دیود داره و قصه لحاظا. بعد اینجا تو صفحات بعدش میاد یه شکل دیگه ای کشیده. اگر کامپیوتر ما یاری بکنه. خب نگاه کنید، اینجا داخلش اومده توضیح داده. خب اینجا اومده اینا رو توضیح داده، توی مثلا این دیتا شیت نبودش احتمالا. خب آها نگاه کنید بچه ها،
بچه این یعنی چی؟ این چرا اینجوری کشیده؟ خب این گفته آقا این زمین آیسیه، زمین این خازن، زمین این دیود و زمین خازن رکتیفایر به این زمین نزدیکترین فاصله باشه. یا اوکی به من بدید تو رو خدا تو طراحیاتون اینو دیگه اشتباه نکنید. این چه LM2576 باشه، چه رگولاتور ساده باشه، LM70 چه میدونم 7805 باشه، خازن ورودی، خازن خروجی و زمینش بچسبونید به این زمین. ببین این خازن، این مدار بیچاره با این مدار فیدبکی که اینجا داره میگیره نسبت به زمین خودش اینجا رو داره خروجیش رو رکتیفایر میکنه و خروجی داره میده. وقتی این زمین چپ باشه، این راست باشه، این شمال باشه، اینا لولاشون فرق داره و این زمین نسبت به یه زمین غیر از زمین ریل و واقعیت داره کار میکنه و نتیجهش میشه نویز خیلی زیادی شما روی تغذیه دارید. اوکی دیگه این به چی میگن، به واضح ترین شکل ممکن اومده اینو اینجا کشیده. خب the switching current is rated high and the low input voltage output level considered for maximum of the household. آره خب بس این داستان این شکله اینه که اینجا اومده گفته. البته اینجا راجب خازنهاش و اینا اشاره کرده که خازنهای خروجیش باید چی باشه. اوکی بچه ها متوجه شدید؟ این هم از این چی کار کرده؟ یه دیود پروتکشن گذاشته. خب یه دیودو گذاشته، خازن رکتیفایش این ور انداخته، زمیناشو اینجا گذاشته، خروجی که اینجا داره میره رو اینجا گذاشته. خب از این سلفه داره میاد پایین دور خازنه این وره. این خازنه ببینید این کجا، این کجا دقیقا توصیه های امامان معصوم چی بود، عمل کردشون چی بود. خب نباید این کارو میکرد، این باید اینجوری وصل میشد، اینم باید میمدش اینجا اینطوری مثلا. خب این چیزا هم سلف هم میتونست یه خورده برداره، یه خورده اصلا اینجا بذاره. مثال به عنوان مثال دیگه که اینا چیز بکنن. حالا یه جوری باید پلیسمنت بکنی که درست بشه. متوجه شدید بچه ها؟ گرفتید نکته رو؟ این زمین ها باید همه بغل خودش بشه، اینا باید. یه مشکل دیگه هم داره اینجا، زمین خود این قطعه رو وصل نکرده. این خود پایه قطعه بچه ها، این LM25 فلان، این زمین اصلیش روی اون پد بالاست نه پایه. این بدنش گرانده، نگاه کنید چی زده، گرانده. درسته اینم گرانده ولی این گراند اصلیه، این باید به گراند وصل بشه. چی کار کرده؟ وصل نیست، وصل نیست به خدا. خب اینجا تو مشکل میکنه. بعد زمینش رو ببینید، زمین ضعیف. خب حالا اینجا میخواست این وصل بشه، خب توی رگولاتور اینجا پایه 6 نداشتش، اشکال نداره. این پایه رو مثل این 3 بگیرید، هیچ اتفاقی نمیفته. این پایه 3، اینم 3 بگیر، این دوتا وصل میشه. آره دیگه، پد پشتش زمینه دیگه اینها، این پد پشتش زمینه. اوکی یه اوکی واسم بفرستی. بس تو تعریف قطعه اینو میتونی 3 بذاری، هم نام این شماره این پایه وسط اینجا میتونید در نظر بگیرید، یا اینجا حالا 6 در نظر گرفته توی کامپوننت شماتیکتون باید یه پایه 6 هم اونجا در نظر میگرفتید. اینجا چون اومده علاوه این فرضش اینه که این پایه ها اصلا این پایه رو در نظر نگرفت، 1 2 3 4 5، این پایه 3 این هم وسطی هم 3، یعنی توی شمای شماتیکش هم شما پایه 6ی نمیبینید دیگه. این اومده از یه شماتیک آماده. ببین بچه وقتی من این همه تو دوره میگم که آقا قطعات رو اگه داری از یه جای دیگه میارید همه چیزش رو کنترل بکنید یا خودتون بکشید که بدونید چی کار میکنید. این رفته از یه شماتیک آماده استفاده کرده
شماتیکشو. تو اون شماتیک پایه 6 رو نیاورده. خب طبیعیه دیگه. خب اینجا هم شما پایه 6 نمیبینید. 1 داره، 2 داره، 3 داره، 4 داره، 5 داره و چند تا پایه داره؟ 6 تا پایه داره. خب اون پایه رو باید چند در نظر بگیریم؟ 3 باید در نظر بگیریم. چرا؟ چون اینجا گفته باید به زمین وصل بشه. اینها اینجا گفته این باید به زمین وصل بشه، این باید به زمین وصل بشه. اینا بس ما 3 در نظر میگیریم. قطعه چجوری تعریف شده؟ به صورت کلی تعریف شده. پایه 6 نوشته. فرض کرده این دی توپکه واسه کاربردهای مختلف. خب این الزاما که این نیستش همیشه این دوتا با هم یکی باشه. احتمال 90% همیشه یکیه، ولی حالا این به صورت کلی تعریف کرده. خب اینا با هم دیگه عدم همخونی اینجا باعث شده که این پایه زمین باید باشه. تازه من این زمینشو میام فیل میکشم بچه‌ها، نمیام همینجوری با یه دونه ترک، میام اینو فیل میکشم. این زمین اصلی منه، مهمه. این پایه هایی که زمینه رو اینا رو من میام اتصال درست درمون وصل میکنم، نمیام ازش به سادگی رد بشم. خب اوکی، پس اینم یه نکته. خب این بس یه مسئله، این یه مسئله خیلی مهم. حالا اینجا اومده این لایه باتم رو دوره برگردیم. این زمین هم که اصلا یه زمین افتضاح. اومده یه ترکی و از این از اینجا اومده وسط یه مدارات اینجوری رد کرده رفته پایین. این ترک رو که دنبال بکنی اومده تغذیه این چیزا رو بده. خب اوکی، حالا ببینیم از کجاها این رد شده. خوب که زوم میکنی میبینیم که خب یه بخش مدار اومده دو تا تیکه کرده که اینها ماهیت هاشون یکیه. یه پاور ساپلای، این مثلا مربوط به از باتری اومده. اگه مثلا از باتری وارد شده این مدار رکتیفای رو گذاشته. این فرضش اینه که از چیز اومده. خب این اتصال رو باید میمدش از این بالا میداد. خیلی ساده، یا کنی از این بالا اینجوری باید میرفت تا اینجا. اوکی، و این حرکت اینجوری رو نمیزد. این مثلا از اینجا به اینجا مثلا متصل میشد و هیچ دلیلی نداشتش که این از اینجوری از وسط اینجا رد بشه. این دوتا زمین ها در حقیقت یه اتصال خیلی خوبی پیدا میکرد. این بس یه مسئله. گرفتی چی شد؟ این دوتا زمینی که اینقدر درب و داغون شده بود و اینها اینجوری بهتر میشد. اوکی، این یک. دوباره میام این قسمتی که از ورودی باتری داره میادش رو نگاه بکنیم. ببین اینجا چیه. اینجا دوباره همین داستان داره. تغذیه اومده رفته یه دونه خازن، اینجا رفته داخل این سلفه، اینجا وصل شده به این ورش. خب این گراند ماه. خب این آی سی دوره شبیه LM2576 اومده اینجا. رفرنسش رو از کجا گرفته بچه ها؟ نگاه کنید تو رو خدا. رفرنس از اینجا گرفته. این زمینش به کجا وصله؟ این زمین خود آی سی رو ببین دوتا تیکه کرده. اصلا نکنید این کارو. این دوتا مقاومت فیدبک بود بچه ها. مقاومت فیدبک خیلی مهمه. این دوتا مقاومت فیدبکی که مربوط به این تنظیم ولتاژ این باشه، این باید بیادش این بغل اینجا به اون فیدبکه وصل بشه. زمینش هم چسبیده به زمین خودش. این وسط هم نباید دوتا بین این دوتا زمین اینجوری دوتا تیکش بکنید. خب بعد اینجا خروجی اومده این خازنه رو چسبونده به این زمین تا اینجا اوکی. خب تا اینجا اوکیه. اینجا این دیوده اومده و فلان. پس این یه بخشی از این کار اشتباه. یه چیزی هم به نظر میادش که اصلا مدار اومده اشتباه کشیده. حالا اینم هم هست. این خازنه تو ورودی رفته داخل یه سلف، از این سلفه اومده داخل یه دیود، از اینجا خارج شده. این اصلا مدار بای دیفالتش این دیوده باید قبل از سلف می بود. اصلا مدار شماتیکش هم احتمالاً غلط طراحی کرده. مدار شماتیکش چی بود بچه‌ها؟ ببین من فقط پی سی بی رو میبینم، اشکالای طراحی شماتیک هم دارم میبینم. اوکی،
توی مدار شماتیک این بود یه دونه دیود به سمت پایین بود، به زمین متصل بود. تو طرح اصلی نگاه کن یه دونه دیود به زمینه، بعد سلف، بعد خازنه. این تو طرحش اینه، این خروجی رفته داخل یه سلف، بعد دیود رو گذاشته سری، بعد وصلش کرده به یه خازن. خب اینها، این اصلا طراحی شماتیک اصلا اشتباه کار کرده. یه تقسیم مقاومتی هم گذاشتین، کلا مدارش اشتباه کار کرده. خب این زمینه هم که اینجوری جدا کرده، این همه تیکه تیکه کرده و اینا اصلا لازم نیست. خب این مسیر 12 ولت رو دیدیم، از یه مسیری رو کشیدیم که خیلی بهتر باشه. حالا میایم اینجا وای میسیم. اینجا یه BNC هست، بذار تاپ لیر رو نشون بدم. اینجا یه دونه IC هست، حالا این احتمالا LM25، اینجا مثلا سیم 800 باید باشه، چیزی باید باشه. اینجا آمده ترک خروجی که در حد 800 مگ تا 1000 خورده مگ هستش، در حد گیگ هستش، GSM آنتنه، همینجوری ترک رو اینجوری کشیده. بچه ها این وسطش هم 12 ولت. آقا این بسیار مهمه، این باید اینجا بچرخه. این حالا انشاءالله عمری باقی بود توی کلاس پیشرفته 2 در پیشرفته 3 تو قسمت های اسپید اینا رو خواهم گفت. اینجا باید بحث کنترل امپدانس داشته باشیم، فلان داشته باشیم و تمام بحثا رو اینجا باید داشته باشیم. چرا؟ چون مچینگ آنتن باید داشته باشیم. اینجا مثلا آنتنش 50 اوم، ترکی که داریم میکشی باید 50 اوم باشه. اصلا تو برد دولایه ما نمیتونیم 50 اوم بکشیم، برد باید مینیمم 4 لایه باشه. حالا اومدیم توی برد دولایه میخوایم ترک اینجوری بکشیم، اشکالی نداره، حداقل فاصله بذار که حداقل تخریب بشه، نه اینکه از اینجا تا اینجا 1 سانت بکشی بیای اینور. یه اوکی به من بدید، این نکته رو متوجه شدید. توی اینجا خودشم 50 هم نوشته. خب توی بحث فرکانس بالا اگه شما به هر علتی خاصی توی برد دولایه استفاده بکنید، حداقل فاصله بذار که حداقل تخریب بشه دیگه. حالا نه کنترل امپدانس میتونیم بکنیم، نه مچینگ میتونیم بکنیم، اشکالی نداره. خب دیگه نیایم 1 سانت بکشیم. و خانم اسدی متوجه شد، فکر کنم باقی بچه‌ها متوجه نشدن. خب یه اوکی بدن همه بچه‌ها که این نکته رو متوجه شدن. پس اینجا 12 ولت مونم به جایی که بیادش، تازه این وسط یه 12 آوردیم زمین. نگاه کنید بچه‌ها، نگاه کنید چقدر خنده داره. زمین این آنتن با زمین این آی سی باید یکی باشه. الان توی لایه باتم اومده 2 تا شقش کرده. خب اومده اینو اینجا گذاشته. خب توی باتم این یه زمینه، این یه زمینه دیگه. متوجه میشی؟ اصلا فاجعه. خب بعد اینجا زمین این ور آی سی با زمین اون ور آی سی، اونم آی سی مثل حساسی مثل سیم 800. خب زمینش اینجوری اومده 2 تا تیکه کرده. اصلا و ابدا سیم 800 دارید طراحی میکنید، این قطعات اینجوری اینا همشون باید یک پارچه باشه. این چی الان اینجا کشیده؟ اینجوری کشیده ورده VCC شه دیگه. بدتر VCC شوش چرا انقدر قطرشو نازک گرفته. خب اومده خازن، چند تا خازن گذاشته. خب خازن گذاشته، دست درد نکنه. خب اینجا اومده با یه وایای کوچولو وصلش کرده به لایه تاپ لیر، وصلش کرده به این مدار دیگه، یه رگولاتور، حالا احتمالاً شبیه این LM2576 یا یه دون رگولاتور معمولی. خب معمولاً از رگولاتورهای از همین DC تو DC LM چیز باید استفاده بکنه. حالا این اومده رگولاتور استفاده کرد، ممکن چون اینا جریان لحظه‌ای 2 آمپر میکشه، اگه نتونه جریان بده اصلا سیم 800 کار نمیکنه. بعد الان نگاه کن، این لحظه‌ای 2 آمپر داره میکشه، من دارم میگم 2 آمپر و یه وایا گذاشته. بچه‌ها هیچ وقت این کار نکنید. مجبور شدید اینجا دارید لایه عوض میکنید، میخوای وایا بذارید، محل وایا رو یه خازن بذارید که پایه خازن بره اینجا، هم اثر خودشو بذاره، هم ترو هولت لحیم پر بشه و قوی باشه.
اوکی، یه اوکی به من بدین. نکته رو فهمیدید؟ اینجا من یه دونه خازن الکترولیت میذارم، این یه پایه میشه، میخوام لایه عوض بکنم روی لاین VCC، هم اتصال رو داره برقرار میکنم بین لایه تاپ و باتم، هم داره لحیم میشه کل اینو پر میکنه و جهن بالایی میکشه، هم خازنه هم داره اثر نویزگیری میکنه. حالا نشد، نمیتونی این کار رو بکنی، چی کار میکنی؟ خب اگه من اینجا دوتا وایا بذارم باعث میشه که این یه وایا رو نرم افزار به صورت اتوماتیک قطع ور میداره. چی کار میکنم؟ میام پد میذارم. بچه دیگه این فوتای کوزه‌گریه. خب میام اینجا اسلش رو من میزنم، قطر پد رو به اندازه قطر وایا میکنم، مثلا 75 75. خب قطرم در حد 7 میلیمتر. این پد منه. خب اینجا یه دونه پد میذارم، میگم به این GND وصل بشه، یه دونه پدم میذارم اینجا دوره. خب میگم به GND وصل بشه. بعد نگاه کنید بچه ها، با 2 تا پد دارم لایه بالا، یعنی به جای که وایا استفاده بکنم یه خود کامپیوترم کنده نمیتونم این وایا رو حذفش کنم. خب میام اینجا این ترکه که اومده با 2 تا پد لایه بالا مثلا لایه پایین به لایه بالا متصل میشه، چیز میکنی. بعد چی شد بچه ها؟ اگر روی لاین تغذیه شما خواستید وایا بزنید، لایه بالا رو به لایه پایین وصل بکنید، از 2 عدد پد استفاده میکنیم. وایا رو چرا استفاده نمیکنیم؟ چون نرم افزار اجازه نمیده که لوپ بشه چیزی. خب کجا این تنظیم لوپ هست؟ اینجا توی پریفرنس اگه من برم، خب اینجا ریموو لوپ دارم، اینجا من بالا لوپ رو اگر اینجوری سرچ بکنم، خب نگاه کنید بچه ها، اینجا ریموو لوپ دارم، اتوماتیکالی ریموو لوپ. یا باید تیک اینو وردارم، کار درستی نیست. اگه اینو من وردارم باعث میشه که اینجا نوشه remove loops via وایا، اگه با وایا باشه ریموو میکنه. واسه این خاطر من پد استفاده میکنم که این اتوماتیک دقیقاً اتوماتیک ریموو لوپ هم باشه. ریموو لوپ کلا خوبه. خب چون گاهی اوقات این لوپ ها باعث میشه مثل آنتن میشه یا ایجاد مشکل میکنه. اوکی، پس این ریموو لوپ خوبه. اینجا این ریموو لوپ روی وایاه، من میام به جای وایا پد میذارم. یه اوکی به من بدی. این نکته رو متوجه شدی بچه؟ اینا دیگه خیلی نکات عمیقه. به هیچ عنوان روی لاین تغذیه از یه وایا استفاده نمی کنیم، سر اونم بریده بشه این کار رو نمی کنیم. 2 تا پد میذاریم، لایه پایین رو به لایه بالا متصل میکنیم. اوکی، ببینم چیکار میکنید تو طراحیاتون، ایشالله دست من میرسه. بعد شما میگید استاد ما همه اینا رو رعایت کردیم، منو خوشحال میکنید، میگی بردامون دیگه دارین طراحی میکنیم، به هیچ عنوان ناپایدار نیست. خب اینجا اومده تغذیه استفاده کرده، خازنه هم گذاشته، دست شما درد نکنه، ولی اومده توی تاپش اومده یه دونه لاین اینجوری کشیده. آقا خب اینو چرا اینجا کشیدی؟ اومده یه دیود پروتکشن بذاره احتمالاً، چون این ورش VCC دیگه، این ورش گرانده، و اومده زمین اینو شقه کرده. خب آقا جان اصلا اینو حذف میکردی. خب این چه کاریه؟ خب این دیودم بغل خازنه اون زیر میذاشتی دیود پروتکشن تو. گرفتی چی شد بچه ها؟ نکته اومده تو طراحیش یه دونه دیود پروتکشن گذاشته، دیود پروتکشن گذاشته اینجا زمین رو نصف کرده، نصف آی سی با یه زمینه، نصف آی سی دیگه با یه زمینه دیگه است، با یه نقطه دور اینا دارن با هم وصل میشن. خب این اصلا خود سیم 800 رو میبره به سمت ناپایدار کردن. چی کار باید میکرد؟ این دیود رو باید اینجا میگرفتش، الو میزدش، میرفت باتم لیر. باتم لیر همونجا بغل همون خاز مقاومت هایی که اینجا گذاشته یا همون انتهاش دم وایا، حالا هر جایی میذاشت. خب خیلی راحت. اینجا هم این هست بچه. من در حد تغییر چند تا حرکت های ریز دارم میام، ولی کل این برد رو من دارم پایدار میکنم. یعنی حرکت های ریزی که دارم انجام میدم باعث میشه کل برد پایدار میشه.
اوکی. خب اینم نگاه کنید، این زمین یک پارچه زیر این ماژول کجا، اون زمینی که اینجوری VCC از اینجا آورده کشید اینجا که یه دونه دیود پروتکشن بذاره کجا. خب اینو نگاه کن، اصلا جای جای این بورد اشکاله. نگاه کنید بچه ها، اومده اینجا یه دونه سوکت گذاشته واسه سیم کارت. خب واسه سیم کارت اومده اینو گذاشته، اینو ببینم چیه، ESD. آها خب این خوبه. این حالا این دیگه چرا آدم نگه. بچه ها همیشه اگه داری یه سوکتی داری استفاده میکنید که میخواید بره داخل اون ماژولتون، حالا چه تو SD کارت چه تو میکرو SD چه تو طراحی های اینجوری، حتما یه دونه قطعه هستش بهش میگن ESD. خب حالا دقیقا یه مداری هست محافظت داره میکنه بر از چیز الکتریسیته ساکن. خب این اومده از ESD A6V استفاده کرده. خب یه اری هستش واسه ESD پروتکشن که این الکتریسیته ساکنی که تو دستت هستش باعث نشه قطعه شما، یعنی اون الکتریسیته ساکن وارد ماژولتون میشه و ماژولتون میسوزه، شوخی نداره. خب این یه مدار خوبه که میان از همین دیودهای شاتکی به این صورت طراحی شده و توی مدار توی سر مسیر اون ورودیتون، ورودی میکرو استیتون یا ورودی سیم کارتتون در نظر میگیرن. اوکی بچه ها، پس این قطعه ESDA 6V1 که احتمالا تو ایران هم پیدا میشه، اون آمده تو طرحش استفاده کرده. نیا کن یه قطعه خیلی کوچیکه B11، حالا من نمیدونم چرا B11 اسمشو گذاشته ولی اینجاست. اوکی پس این نکته خیلی مهمی هستش که به کارتون میاد. اینجا آمده تمام اینها رو، تمام این اتصالا رو که اینجا از باتم اینجوری اومده کشیده، اینا رو همه رو برقرار کرده. خب این به جایی که همچین کاری میکرد میتونست این SD رو دقیقا زیر IC بذاره و اون ترک ها اینجور صاف میرفتن دیگه. خب صاف اینجا همشون میمدن و فلان. اینجا اومده و یه مدار دیگه هم اینجا احتمالاً مقاومت 22 اوم چیزی در نظر میگیرن و وارد مدار سیم 800 میشن. خب پس اینم یه نکته درست شد. این مدار کلاک ساعتش هست. خب این باتری ساعت، این احتمالاً مدار ساعت هستش، من دنبال اسیلاتورشم. خب اینجا هم نگاه کن یه زمین آشولاشه دیگه زیرش دیگه، حالا اینکه بماند. خب اینجا ببین کریستال ساعتش رو کجا گذاشته، اینجا همه زمینه. نگاه کنیم بچه خازن تغذیه گذاشته، خازن آورده پایین. خب بعد خازن آورده پایین و اینجا سه وصل کرد. این کار درستی نیست. خب این باید تغذیه بیادش. اینجا دو تا انگار ترک تو هم دیگه هست، نمیدونم تو یه زاویه اینجوری نشون میداد. خب من الان اینجا اسیلاتور ساعت رو پیدا نمی کنم. اینجا الان باید یه اسیلاتور ساعت باید باشه. خب اینجا بیه نمیدونم اسیلاتور ساعتشو IC رو فکر کنم گذاشته اسمشو B. خب من نمیدونم IC که B نیست بچه، IC U، U مخفف یونیت. خب اینجا من IC رو نمیبینم، یعنی این اسیلاتور رو من نمیبینم، یعنی الان اصلا کلا مشکل داره. خب اینجا ترک اومده کشیده، ترک بسیار نازک وسط این خازن بسیار کوچیک. آخه چرا باید این کارو بکنه؟ خب اینو میمدش بالا میذاشش، اینم جدا میده. خب اینجا لحین کاری میشه، ممکنه اینا اتصال کوتاه کنه. بعد این ترکش اومده با قطر 7 میل گرفته. خب این الان 7 10 البته 10 مشکل نداره زیاد، ولی دیگه نباید دیگه انقدر بگیرید که نزدیک اون محدوده
تولید اون تولید کنندتون باشه. خب اسیلاتور خود این آی سی رو اومده اینجا گذاشته، زمینا رو اینجوری وصل کرده. خب این کار رو میکنن معمولا این خازنا رو حالا یا به سمت بیرون یا به سمت داخل میزنن. اینجا تغذیه این آی سی هم جالبه بچه ها. ببینید خازنای نویزگیر نذاشتن تو. اون یکی مدارم بودش که شاید یادم رفت بگم خدمتون، اونم اینها اینجاست. نگاه کنید بچه ها، اینم نگاه کنید، هیچ خازن نویزگیر روی این آی سیش نمیبینید با یه تغذیه. خب اینجا اومده مثلا تغذیه، این احتمالا تغذیه است. خب اینم یه مسیر خیلی لاغری رفته. نگاه کن، اینه از اینجا اومده، اینجا یه چیز لاغر اومده، از یه پایه آی سی وارد شده، از یه پایه آی سی دیگه خارج شده، بعد دوره از یه پایه آی سی دیگه وارد شده، بعد رفته توی پایه آی سی دیگه. شما نه خازن نویزگیری میبینی و این حرکت های اینجوری دقیقاً بسیار غلطه. هیچ وقت اینجوری طراحی نکنید. خب شما باید اولا اینکه از یه پایه وارد بشه، از یه پایه دیگه خارج بشه که اصلا، یعنی اینجا مثلا این ممکن از این پایین یا از این بالا یا از یه جای دیگه وارد میشه، اینجا میچرخه و اینا تک تک اینها دیستریبیوت میشه با یه ترک کلوف، نه اینکه با یه ترک نازک اینجا یه نویزی پیدا کرده همینجا دیستریبیوتش کرده، پخشش کرده تا این پایه آخر. یه محافظته. بچه ها سوال کردن مقاومت 20 اوم واسه جریان ناخواسته میذارن، معمولا یه محافظی میذارن. خب اوکی بچه ها نگاه کنین، اینو اوکیشو به من بدین، نگاه کنین اصلا از این حرکت ها انجام نمیدید. جالب اینجاست که اینا دو نفر مختلف اومدن این بورد ها رو طراحی کردن. توی اینجای توی این آی سی هم دوره همین حرکت رو میبینین شما. نگاه کنین، نگاه کنین 3.3 کلوف اومده وارد این خازن شده، بعد نازک شده، از اینجا اومده اینجوری نازک اومده، اینجا با نخ اینجوری وصل کرده، اینم به این وصل کرده. میبینید بچه ها یه حرکته. گرفتید بچه ها؟ اون یه نفر دیگه طراحی کرده، این برد یه نفر دیگه طراحی کرده، ولی اشتباه ها مثل هم. من اگر بخوام تغذیه یه آی سی رو بکشم به هیچ عنوان همچین کاری نمیکنم. میام باتم لیر اینجا یه دونه اینجوری میکشم، از این ور این ور میاد، اینجا وایا میذارم، زیرش هم خازن میذارم و بین زمین و وی سی سی تک تک پایا خود آی سی میتونستن اینجوری داخل خودشون اینجوری وصل کردن دیگه. این الان اومده اینجا حالا یه چیز خنده‌دارش بگم، اینجا 3.3 اومده نازک شده، از این پایه اومده به این ور و این ور و این ور اومده وصل شده، بعد رفته باتم. حالا باتمش رو ببین به کجا رفته. اینجا هم باتم اومده دو تا خازن نویزگیر هم گذاشته، این خازن هیچ کاری نمیکنه، سیگنال از بیس خرابه. بعد اومده اینجا بعد کلوف شده، نگاه کنید بچه ها، بعد اینجا قطرش کلوف شده، بعد حالا به کجا رفته؟ یه مدار دیگر اینجا اومده تغذیه کرده، یه مدار دیگه حالا احتمالاً ایدو پیرامی چیزی هستش اینجا تغذیه کرد. خب این تا جریان میکشه کل این آی سی میره رو هوا. بچه متوجه داری میشه دیگه نکاتی که دارم میگم خدمتتون؟ یه فیدبک به من بدید، من یه ذره نگرانم هیچ فیدبکی نمیدید، فکر میکنم اصلا متوجه نمیشه. خب گرفتی چی شد؟ اومده اینجا 3.3 آورده، بعد اینجا نازکش کرده، همینجور نازک آورده رو خود آی سی چرخونده، بعد برده پایین، یه جای دیگه هم رفته تغذیه کرده و تمام دیگه. شما بخونید دیگه این چه اتفاقی میفته. خب اینجا اومده ورودی یو اس بیش وارد شده، چقدر خوب، ورودی یو اس بیه. خب این مثبت 5 رو وصل نکرده. معمولا اینا یه تنظیمی دارن، این آی سی یو اس بی به سریال، این یو اس بی به سریاله، معمولا یه طرفش مثبت 5 اون رو میگیره، یه طرفش چیز داره، مثلا یه چیز داره، حالا نمیدونم اینو وصل نکرده یا چه آی سی استفاده کرده اینو نداره، نمیدونم. خب این یه مسئله. اینجا حالا وارد شده، اینجا از فرید بید اومده استفاده کرده. خب بعد
خب الان اولین سوالی که پیش میاد، الان زمینش کو؟ این تغذیه آیسی از کجا آمده؟ این تغذیه، این الان ظاهرا تغذیه است. نیا کنید بچه ها، اینو میبینید؟ این مثبت 5 ولته. مثبت 5 ولت وصل شده به کی؟ به فریت بیت، وصل شده به این پایه. خب اومده یه فریت بیت گذاشته نویزی، بس این پایه مثبته. خب یه پایه مثبت داره، دو تا پایه دیفرنشیال یو اس بی دی پی ان او پی که این ان او پی چون فرکانسش بالاست های اسپید حساب میشه، این باید با هم دیگه کشیده بشه و بیاد اینجا. انشالله تو پیشرفته سعی میکنم تو پیشرفته 2 اینا رو بگم. خب و یه پایه فکر میکنم اینجا یادش رفته، حالا نمیدونم این پایه 4 باید وصل میشد یا نه، پایه 5 که حالا به گراند وصل کرد، اینو من مطمئن نیستم. خب این اتصاله، این مسئله هم هست. خب اینجا اومده تغذیه رو اینجا داده، بعد چیکار کرده؟ اینجا مثبت 5 دیگه. بقیه حالا تغذیه آیسی حالا کجا رفته رو نمیدونم، حالا یا یادش رفته یا اینا. این تغذیه آیسیه. نگاه کنید بچه ها، تغذیه آیسی اینجا C3 رو گذاشته اینجا آمده وایا خورده، طبق اون توصیه هایی که خدمت شما گفته بودم. اینجا تغذیه داری میزنی، نباید این ور باشه خازنه، باید یه جوری می بود از اینجا میرفت مسیر جریان کمترین مسافت رو میره بچه ها. مدار یک جریان مسیری رو میره که کمترین چیز رو داشته باشه، امپدانس رو داشته باشه. این میاد اینجا استفاده میشه. اصلا این خازنه اصلا نیست تو بازی. وجود یا عدم وجود این خازن قشنگ یعنی هیچ اثری، اونجوری که اون اثری که ما داریم در نظر میگیریم تو بحث‌های فرکانس بالا و بحث مثلا های اسپید و اینها نیست. یا اینجا اومده دوباره احتمالا اینم تغذیه هستش، نمیدونم این پایه به کجا داره وصل میشه. بعد نگاه کنید بچه‌ها، یه دونه وایه این وسط، یه دونه وایه زدین زمین رو کلا اینجا جدا کرده. میبینید بچه‌ها این زمینی که الان میخواد بره تو این سریال، ها این سریال هم برعکس گذاشته که بماند. کل این زمین اینو میبینید، این بیچاره. خب این زمین از اینجا اینجوری جدا شده. خب بابا جان، این ترکی که اینجا بودش یه مقدار اگه شما بالا میکشیدی، خب این زمینه اینجا هم درست میشد دیگه. بچه ها من پیشنهادم اینه، کاری که من میکنم همیشه اینه، میام بچه ها، من میام طرحم که داره تمام میشه پرینت میگیرم به صورت خاکستری، بعد میام مثلا زمین ورودی اومده همینجوری با تکس مارکر کمترین فاصله ها رو میکشم میام جلو، هر جایی که میبینم تنگه شده میرم بازش میکنم. یه اوکی به من بدید. گرفتی چی شد بچه ها؟ میام همه قطعات رو چک میکنم با زمین ورودی، باید کمترین امپدانس رو داشته باشه. همین یه قانون رو شما تو برد 2 لایه یا 1 لایه رعایت بکنید، هر جوری بردتو بکشی جواب میده. بچه ها اینو نمیدونن، این در حد فکر میکنن نقاشیه. یا یکی از بچه ها میگفتش که پلیگان فکر میکنن مثلا یه چیز اضافیه، یا پلیگان میکنن فکر میکنن پلیگان رو بکنن تمومه. این تمام این نکات رو باید شما چکار بکنین؟ دقت بکنین. نگاه کنین زمینش قطع بود، این زمینی که مربوط به سریاله، حالا خودش هم برعکسش شده که بمانن. بریم تو این قسمت یه خورده های اسپیدش که اومده اترنت رو کشیده. ببینید اینجا چی کار کرده، اومده یه سری حرکت هایی هم زده. میبینید بچه ها حرکت های ریز اومده که مثلا طول خط تو اینا رو چیز بکنه، ولی کل این کارهایی که کرده غلطه. خب انشالله تو دوره بعد اینا رو میگم خدمتون. خب
اینا که غلطه، این فیلترها و اینا که گذاشته باید همین بغل خودش میذاشتش، اینا همش غلطه. این اصلا این همه اینجا پایین کشیده لاین بچه ببینید لاین ورودی اصلی اترنت رو اومده کشیده و میخواد بره داخل این آی سی. حالا فای یا ویزنت گذاشته. ویزنت بچه آی سی خوبیه، ببین اینا ویزنت استفاده کرده. ویزنت آی سیه که شما باش میتونید، آره ویزنته W5100. خب هم فای داره، هم با دقیقا درگیر لایه های شبکه نمیشید. خب این از این ویزنت ها من زیاد استفاده کردم، این 10 سال پیش خیلی زیاد استفاده کردم. 5100 داره اینا، اینو یادداشت بکنید، یه جایی خواستید لن استفاده بکنید این ویزنت های 5100 و نظام 7200 و آی سی هاش چیزای خوبیه، اینا حالا بهتون معرفی بکنم. کل شرکتشون یه باشون مکاتبه میکنن فهمیدم 5-6 نفر بیشتر نیستن. خب یه چیز آی سی 10 سال پیش تولید کردن، همینجوری دارن تولید میشه تو بازار دارن میفروشن و تو کره زندگی میکنن. و شاید بگم تو 1000 تا برد من سال 92 اینا تولید کردم که محصول شرکت خودمون بودش و اینها. از خواننده 5100 استفاده کردم، فکر کنم 7000 کجاست، 5500ش فکر کنم استفاده کردم اینها. آی سی خیلی هم ارزون قیمت هستش، هم اینترنت هم اترنت رو داره، هم فای داره، همه چیز رو داخل خودش داره دیگه. شما درگیر دوتا آی سی و بحثای برنامه‌نویسیش و اینا نمیشید. خب خروجیشون هم معمولا 10 رو جواب میده و اون طرفش هم تو بعضی از حالتاش SPI داره، SPI فست داره که تا اگه سریال نخوای استفاده بکنی، بخوای خیلی هم سریع هم با اینترنت ارتباط برقرار بکنی، تو بعضی از این خانواده‌اش 5500 بود فکر کنم SPI داره که این SPIش 50 مگابیت پر سکنده. خب و بهش میگن SPI فست. اوکی بچه‌ها، اینم بس. این دیدم حالا اینجا استفاده کرده خدمت. نگاه کن بچه‌ها، این SPI مود 3 داره، های اسپید سریال پریفرال اینترفیس داره. خب و شما میتونی با سرعت بالا دیتا از شبکه بگید و بره مثلا داخل آی سی STM تون. خب اگر STM تون اینترنت داخلی داره، خب و فقط در حد احتمالا یا آی سی 5 رو باید بذاری دیگه که اون فیزیکال لیرش هستش. آره میتونی اونا هم استفاده بکنی، هیچ مشکلی نداره. اینجا هم از سوکت خالی استفاده نکنید. حالا من نمیدونم اینو چرا این مدارات رو اینجا گذاشته. این سوکت ها بعضیاش هستش که داخل خودش ترانسش هم هست. خب اگه ترانس داخل خودش باشه، مقاومت هم داخل خودشه دیگه. این مقاومتی که اینجا گذاشته واسه بحثای مچینگ و اینا نباید بیاد بیرون. من الان اینجا مقاومت های مچینگ رو دارم میبینم. خب اگر با ترانس هستش، خب اینا که داخل خودشه، اصلا فقط باید وصلش بکنی به زمین تمام میشه. اگر تغذیه باید بهش وصل بکنی. اگر نه اینطور نیست، خب بس ترانسش کو. الان اینجا باید خروجی این قطعه، اینجا من ترانس میدیدم، اینجا ترانسی من نمیبینم. خب بس این یه مسئله. بریم ببینیم که حالا این تو قسمت اینترنتش و فاصلاش اینا دیگه خیلی اشتباهات خیلی زیاد و وحشتناک شده. بریم ببینیم راجب تغذیهش هم احتمالا اینجا یه سری اشتباهی نابخشودنی تو قسمت تغذیه هم بله مرتکب شده، اینجا میبینید دیگه. خب از این پایه برداشته، از اون پایه در آمده اینجا. خب حالا این قسمت من چرا اومدم بهتون بگم، اینو میخواستم بگم. نگاه کنید بچه ها، این الان من سه بعدی بزنم همینجا نشون میده. آره ببین بچه ها، این آی سی اینجاست. خب اینو چرا ویو عوض میکنن؟ نه افسرم به خدا یه چیزیش میشه. نگاه کنید بچه ها، خب اینجا اگه اینجا بتونه اینو یه ذره بچرخونم بهتره. نگاه کنید بچه ها، به هیچ عنوان از این حرکت هایی که این دوست ما زده رو نزنید. خب چیکار کرده؟ یکی بگه.
الان کار بعدش چی بوده؟ این چرا انقدر بد شد؟ برش کن، همین دو بعدیشو نشون میدم. آی سی رو ببینید بچه ها، ببین چیکار کرده. این پایه های SMD آی سی اومده فیل گذاشته اینجا دیگه، دفعه تصمیم گرفته که زمین مثلا خوبی بس بکنه. خب همه پایه های آی سی به هم چسبونده، میبینید بچه ها. اصلا و ابدا همچین کاری نکنید. خب اصلا و ابدا. اگر بذار من این آی سی شو بکشم بیادش بیرون، یا کنید بچه ها، این آی سی شه، این پایه هاشه، اینجا رو اومده، اینو بذار من بردارم بذارم کنار، اینجا رو اومده تمام اینها رو اینجوری، بذار اینم دیلیتش بکنم، اصلا کل زمین شو. اینجا اومده یک پارچه، اتصال یک پارچه عجیب غریبی داده همه پایه ها رو. خب به هیچ عنوان تو طرحات اینجوری نکنید. چی میشه؟ یه نفر میخواد مونتاژ بکنه، خب نمیدونم به چی خندیدید بچه ها. یه نفر میخواد بیاد مونتاژ میکنه، میبینه همه پایه ها به هم لحیمه، بعد دیگه قاطی میکنه اون مونتاژکارتون، نمیدونه این جاهایی که به هم چسبیده نباید میچسبید یا باید میچسبید. خب این اولین، یعنی کوچکترین حداقل مشکلی که ایجاد میکنه همچین چیزیه. بنابراین شما تو طراحیاتون به هیچ عنوان از این حرکت ها نمیزنید. خب اگه مثلا 4 تا پایه به هم چسبیدی، نمیای اینجوری سر تا سر یه ترک بکشی، یه ترک اینجوری بکشی، همه پایه رو به هم وصل کنه. همه پایه ها از بیرون وصل میشه، حتی پایه های زمین. اوکی؟ یه اوکی بچه ها به من بدی، من خیالم راحت میشه. من نمیشه نرم افزارم آندو نمیکنه بچه ها. آره این دیگه چیز شده. خب بازم حالا اشکالای خیلی زیادی دیگه حالا اینجا و اینجا هم هستش دیگه، واقعیتش خیلی شد. همین نکاتی هم که حالا گفتم خدمتون چیزو کنید. اینجا مثلا زمینا رو اومده جدا کرده، اپتوکوپلرشو، و این برش هم زمینه، اون برش هم همون زمینه، و اصلا اینا این ماهیت ها و این اصلا لزومی نداشته. و اینجا انقدر دوره باریک گرفته که خودش نگاه کنین، ترکر رو انقدر اینجا باریک گرفته و تمام زمین های اینجا داره از این زمینه داره تغذیه میشه، اصلا خودش ایجاد مشکل میکنه. بعد خب اینا اصلا لازم نبودش اصلا همچین حرکت هایی بزنین. خب بس. آره خب بچه هستی یه اوکی به من بدید که دارید دنبالم میکنین. بریم. این بورد خیلی خوب بود، امیدوارم تمام نکاتی که الان خدمتون گفتم درک کرده باشید. من اگه این بورد میخواستم طراحی بکنم، قطعات SMD زیر بورد استفاده میکنم، قطعات غیر SMD رو میذاشتم، زمینام لازم نبود این انقدر از هم جدا بشه. و آره این یه بورد خیلی خوبی بودش که خوشحالم که این دوستم واسم فرستاده و انقدر میتونه مفید باشه. خب بریم ادامه بحثمون که یه بوردی رو ما میخوایم نهایی بکنیم، باید به چه موضوعاتی توجه بکنیم. پس این ویزنت هم گفتم خدمتون. خب بریم تو کورس 5، تو جلسه آخر. خب بذار بیام این صفحات پایین ترش. خب واسه اینکه یه پروژه رو ما فاینال بکنیم بچه ها، یه سری کارهای ما باید بیام اون انتهای کار انجام بدیم که اینجا اگه باز بشه بگیم خدمتون. خب اینو که بهتون نگفتم، بحث نهایی سازی یه بورد و اینا رو خدمتون نگفتم. خب بچه یه بورد ما تموم کردیم، میخوایم چکش بکنیم همه چیزو. چیکار باید بکنیم؟ یه مرحله نهایی داری به اسم دیزاین رول چک. دیزاین رول چک رو تو دوره مقدماتی هم گفتم، باش آشنا هستی. کسی اگه مشکل داره با دیزاین رول چک بگه، چون اینا این بحثا رو بهتون باز کردم و قبلا بهتون توضیح دادم.
دیزاین رول چک میکنید. اگر اتصالی چیزی بوده شما رفع و رجوع میکنید. اگر یه چیزی رو میخواید باشه و لزوم شما مشکل نداره، اونجا میاد کامنت میکنید. یعنی تو ریپورتی که اینجا میگیرید تو دیزاین رول چک، دیزاین رول چک رو من میزنم. بچه هیچ فیدبکی بهم نمیدید. خب اینجا ران دیزاین رول چک رو دارم میزنم. یه سری ارورهایی رو میگیره تو طرحتون. بعضی چیزا رو میگید که درسته که نرم افزار ارور گرفته ولی لازما ارور نیست. خب اینا رو میخواید بیایید بگی که آقا اینا مثلا ارور نیستش. مثلا اینجا چه میدونم هول سایز گذاشته. خب بچه اگه هول سایز هم میخواید تو دیزاین رول چکت بذارید دیگه مینیمم 1 دیگه نذارید دیگه. 1 میل ما ندارید دیگه. مینیممش باید مثلا 20 یا 40 میل باشه. ماکسیممش هم 100. مثلا 3 تا اینجا آورده. خب اینجا ما بزنیم روی برد ما نشون میده. خب بعد مثلا میگه آقا این الان از 100 میل بزرگتر شده. اوکی. خب شما میگی که اوکی این درسته که از 100 میل اضافه تر شده. خب لازما اوکیه. میای کلید سمت راست موس رو روش میذارید. بعد اینجا میاید اینو کامنتش میکنید. میگی که اینو ایگنور بکن. خب پروب ماکسیموم کراس پروب نکست مسیج اینه. وایولیشنش رو میزنید. اینجا آترش رو میزنید. مثلا میزه پاداش میزن نو پرابلم یا حالا هر کامنتی که کامل میخواید بگید. اینجا اوکی بکنید. دفعه بعد نرم افزار اینو از شما ارور نمیگیره. فقط بچه دقت بکنید این کار دارید انجام میدید الکی بلکی ننویسید بعد یه دفعه یه ارور واقعی باشه و اینها و بعد روستون ایجاد مشکل بکنه. اوکی بچه یه اوکی بدید. من یه خود لول صدا اومد پایین، انرژیم پایین شد. شما هم هیچ دیگه اوکی به من نمیدید. اوکی بدید من انرژی بگیرم. خب متوجه شدید بچه ها؟ پس این نکته ای که اینجا هستش تو دیزاین رول چک شما میتونید کامنت بکنید. این یه نکته. بچه ها راجع به دیزاین رول چک کسی سوالی چیزی داره بگه؟ میخوایم دیگه بریم دیگه جلسه آخره دیگه. از اینا اگه سوالی هستش بپرسید که رفع اشکال بکنه. نکته بعدی ری انوتیت کردن. ری انوتیت رو گفتم بهتون دیگه، احتمالاً تو همون مقدماتی هم بهتون اشاره کردم. اینجا دیگه خیلی مهمه بچه. این یه برد خیلی بزرگ این دوست ما اومده بود طراحی کرده بود دیگه. خب نگاه بکنی میبینی مثلا D8 اینجاست، D7 اینجاست، R23 اینجاست، R37 هم بغلشه. خب D1 هم اینجاست. خب بعد حالا میایم بالا مثلا اینجا رو ببینیم R63 اینجاست، R56 اینجاست. خب بعد میایم اینجا R72 R67 R77 C41 R71 خب R87 اینجاست. نگاه کنید بچه هیچ نظمی نداره تو اسم C3 R14 R13 R25. خب شاید هم اینجا 104 میبینی اینجا عدد ها بود. احتمالا این ریانوتت کرده. خب ریانوتت چیه بچه؟ نگاه کنید پایه مقاومت رفته روی این نشسته، اینا رو مرتب نکرده. خب حالا وقتی که ریانوتت شما نکرده باشید چه اتفاقی میفته؟ مونتاژکار میخواد یه قطعه رو پیدا کنه، باید بیاد قرعه بندازه که بگه آقا انسان همه برد رو باید چک بکنه. برد 30 سانتی متر در 20 سانتی متر هستش، قطعات هم همه جا پخش و پلا. اولین کاری که میکنه بهتون زنگ میزنه، ازتون تشکر میکنه، برد رو با اولین پیک با هزینه خودش واسهتون میفرسته و پروژهتون رو انجام نمیده، مونتاژ نمیکنه. به خاطر اینکه وقتی که بخواد بذاره واسه تک تک قطعات هزینه انقدر میره بالا و شما هم قبول نمیکنین، خود به خود ترجیح میده کاری رو انجام بده که بصرفه. اوکی. واسه ریانوتیت کردن باید تولز برید و دقیقاً اینجا ریانوتیت بکنید دیگه. ریانوتیتی که دارید میکنید میگه که آقا با چه مدلی میخوای بری، بسته به این که طولش بیشتر باشه این مدل انتخاب میکنم، ارزش بیشتر باشه این مدل انتخاب میکنم. اینو میادش مرتب میکنه و تمام شماره هایی که اینجا میچینه رو، تمام مقاومت ها اینا همه با توجه به قرارگیری پی سی بیشون مرتب میشه. اوکی بچه ها؟
اینم از بحث ریانوتد. بعد از اینکه ریانوتد شد اینجا چون شماتیک رو هم نظر دیزاین آپدیت اسکماتیک میکنه، میره شماتیکش رو آپدیت میکنه، بعد سیو میکنه، از شماتیک هم دوره پی سی بی رو آپدیت میکنه و در نهایت تمام اینها اوکی میشن. خب اینجا ببین تو این عکس میبینید مثلا R115 R114 109 108 این حالتی که ریانوتد نشه و نامرتبه. 38 و 35 و 399 بغل همه R11 و میبینید بچه ها اینجوری. خب مسئله بعدی اضافه کردن توضیحات روی بورد. بچه این توضیحات روی بورد خیلی مهمه. مثلا تو بورد پاور ما اضافه میکنیم اینجا قسمت رستریکت یا قسمت خطرناکه. خب این آرم رو میخوایم اضافه کنیم. آرم اینا رو بهتون گفتم دیگه بچه ها، بخوای آرم اضافه بکنید چجوری اضافه بکنید. بچه ها کسی یادش هستش؟ بچه میخوایم آرم واسه این اضافه بکنیم، کاری نداره. کلید سمت راست رو میزنم، اینجا میام پلیس رو میزنم، گرافیک رو انتخاب میکنم. گرافیک رو میگم آقا چقدر مثلا سایز اون آرمم چقدر میخوای باشه. من اینجا مثلا میام میگم از اینجا تا اینجا. خب اینجا میام و در نهایت میام لوگو رو انتخاب میکنم. مثلا لوگویی که من دقیقت شرکت هم هستش به اسم مثلا دل الکترونیک، مثلا پی ان جی شو مثلا انتخاب میکنم. بعد میگه که آقا یونیون باشه، میگم یس. بعد میگه که با چه دقتی، میگم 600 دی پی آی. خب حتی قبلش من باید لایه رو انتخاب میکردم، الان داره تو لایه تاپ اینو واسم میکشه. خب اینجا میاره طرح میاره اینجا. قبلش من باید تاپ اوورلی دقیقت اوورلی رو انتخاب میکردم. خب این الان داره به فکر فرو رفت و احتمالا اینجا گذاشت و دیده نمیشه. خب پولیگون فرام دیتابیس احتمالا میخواد اینجا پولیگون اطرافش رو چیز بکنه. خب حالا این بسته کارش میکنه، ما بریم بس چی شد بچه. لوگو رو خیلی راحت انتخاب میکنید، میاری لایه‌اش رو اول انتخاب میکنید، بعد میری اونو پلیس گرافیک میکنید و اون طرح گرافیکیتون میاد. مثلا آقای ایلان ماسک یا کنید بچه این دل الکترونیک حالا به صورت لیر چیز انتخاب شده، تاپ بودش. اگر تاپ اوورلیو من اینجا انتخاب میکردم، دو کی سمت راست پلیس گرافیک رو من اینجا بزنم، اینجوری خیلی بهتره دیگه. از این حرکت ها نزنید که دیگه خودتون طرح خودتون رو دچار مشکل بکنه. خب اینجا مثلا صد، حالا من چون کامپیوتر خود کنده مثلا 200 انتخاب میکنم دیگه که سریعتر جمع بشه. خب و این طرح اینجا چاپ شد، خیلی سریع و خیلی زیبا. یا اوکی بدید بچه ها، اینو متوجه شدید بچه. اون وقت میتونید طرحهای مختلف گرافیکی رو با عناصر کورل طراحی بکنید و اسم شرکتتونه مثلا ایتالیک فلان، این فونت ها رو نداره. با کورل هم خیلی بچه چند نفر کورل بلدن اینجا؟ هر کی کورل بلدی مثبت بفرسته. بلدی؟ احسان خیلی خوبه. بقیه اگه بلد نیستید منفی بفرستید. من میخوام ببینم چند نفر از بچه ها کورل بلد نیستن. کورل خیلی نرم افزار خوبیه. تو بچه الکترونیک یه دوره در حد 1-2 ساعته واسهتون میذارم انشاءالله به صورت آنلاین، یا حالا فایلش رو واسهتون ضبط میکنن. کورلو که به درد ما مهندسای الکترونیک میخوره رو توضیح میدم. اون ویدیو رو فرستادم، حتما ببینید، در اون حدی که به دردتون میخوره باش آشنا میشید. اون وقت خیلی توان خیلی بالایی داره واسه طراحی فونت، تغییر شکل فونت اینا رو، یا طراحی اصلا کل اینو میبینید. این آرمی که من و دخترم اومدیم طراحی کردیم واسه یه شرکت، اومدیم از نرم کورل استفاده کردیم و با لایه های مختلفی که رو هم گذاشتیم این شکل فونتو و این نام و اینها رو همه رو با هم دیگه انتخاب کردیم. اوکی، یه اوکی بزنید بچه ها. خب
پس این بحثو گفتم خدمتون. این آقای ایلان ماسک هم اومده رو ماشین تسلاش این نوشته made on earth by humans، یعنی فرضش اینه که در آینده ربات ها هم طراحی پی سی بی میکنن بچه ها و دیگه هم انسان ها خارج از زمین رفته. خب و ما احتمال الین هستیم واسه دیگران و دیگه نوشته که آقا این ماشین ها یا این دستگاه روی زمین درست شده به وسیله انسان، یعنی هم انسانش اینجا سواله هم ارتش. شما میتونید این رو تو طرحاتون بنویسید، چه اشکالی داره. خب مرتب سازی مارکاژ. بچه مارکاژی که دارید مرتب میکنید باید معلوم باشه هر کدوم از این مارکاژها مربوط به کجاست. اینجا مثلا شلوغ شده، اینجا اومده اینجوری کج کرده، اینجوری چیده، میبینید دیگه دسکتاپ ما اینجا 368 و 386 و اینجوری اومده یه خط کشیده اشاره کرده به این. اوکی، یه اوکی بدید اینو اچا متوجه شدید یا که این نشون میده که مارکاژمون اینجوری گویا میشه. اینجا آمده مثلا مارکاژ اینجوری کرده 312 هم اینجا مشخصه این قطعه از 321 این قطعه از 320 اینه و این خطی که اینجوری کشیده و اینجوری افقی عمودی گذاشته معنیش این دوتا خازن و مقاومته و این 308 هم اینه. پس این خازنه مربوط به این 320 مربوط به اینه. این یکی هم اومده یه دونه خط اینجوری کشیده، این خازن اینجوری خط کشیده. اوکی بچه ها، پس از این کارها معمول هستش که استفاده میکنم برای نشون دادن. یه اوکی بزنید، اینا رو دیگه دارید متوجه میشید که ما بریم ادامه بحثمون. نگاه کنید بچه ها، اینجوری اومده یه دونه اینجوری خط کشیده، این قطراتی که رو به روش هستش مشخصه. طبیعتاً این چیزایی که اینجا اومده اس گذاشته با توجه به چیدمان قطعه این مارکاژ هم اینجوری میچینن، یه کار معمول هستش و اینها اینجوری مرتب میشه. نکته بعدی یه چک لیست داشته باشید. بچه چک لیست رو واسه خودتون میتونید چک لیست خودتون داشته باشید. من یه چک لیست درست کردم. خب تو این چک لیست چیکار میکنید؟ میایید یه خط میکشی خیلی ساده، میسی چک لیست شماتیک، یه مثلا روی برگه نوشته شماتیک، روی برگه میسید پی سی بی. بسم الله میگی شروع میکنی طراحی کردن. اولین چیزی که مواجهش میبینی خب مثلا یه قطعه مثلا ماژول سیم 800 نداشتی، توی چک لیست شماتیکت میسی سیم 800 برای بار اول دارم استفاده کنی، میسی سیم 800. تو پی سی بیش هم لایبریشو نداشتی، اونجا میسی سیم 800. آخر کار که داری جمع میکنی شماتیک سیم 800 رو میری پرینت میکنی با شماتیک خودت با خودکار قرمز، همه پایش رو چک میکنی. بعد میری تو پی سی بی پرینت 1:1 میگیری، قطعه سیم 800 رو میذاری روی پرینت و نگاه میکنی پایه‌اش درست باشه. بچه‌ها پرینت 1:1 توی طرح آخر پی سی بی حتما گرفته بشه و تمام قطعات روی اون ابعادش کنترل بشه. ولی آخر که شما دارید پرینت میکنید پی سی بی وقتی داریم میزنیم پرینت سیرکت بورد دیگه، خب همون داره پرینت میشه. خب نذارید بعدن سورپرایز بشید مثلا بورد اومده میبینید مثلا آی سی 2 برابر تعریف کردید. من این کارو کردم و من سنم 19 سالم بود که سر کار میرفتم، 19 یا فکر کنم 20 سالم بود، همون تازه که داشتم کار میکردم. یه بورد پی سی بی بود و همیشه آی سی دیپ هم بودش، از این مثل این 8051 ها. خب اینا یه آی سی ویدیو بودش. خب 8051 ها نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، اینا به صورت دیپ هستش. من اینجا 8051 خب بهش میگن قطعه دیپ. خب اینجا نگاه کن این شکلی بود. این پایه های این آی سی 2/54. خب یعنی به حسب اینچه دیگه 100 میله. خب 100 میل میشه 2/54 میلیمتر معادل 100 میل. خب 2 میلیمتر رو خورده این فاصله تک تک پایه است. خب من تو عمرم این آی سی دیده بودم، همیشه هم فرض بکنم که تمام آی سی دیپ اینا فاصله شون اینه. دلیل هم که این فاصله هم داره چون آی سی ها تو آمریکا ساخته میشه واحدشون اینچه، یعنی به حسب اینچش 100 میله یعنی 1/10 اینچه. خب ولی به حسب میلیمتر که تبدیل میکنی میبینی کلی خورده داره. خب کشور آمریکاست، اونا تولید کننده اول آی سی بودن، اونا هم طبق واحدهای اینچی طبیعتا اینا رو تعریف کردن. خب بعد حالا چه بلایی سر من اومد؟
یه آیسی ویدیو بود مربوط به شرکت چیز بود. اینجا من بزنم دیپ، این مثلا 44 پینه دیگه، دیپ 44، خب 2 میلیمتر. اون آیسی دیپ 44 بود، ولی برخلاف 44 پین های بقیهش این شکلی اومد. خب فاصله پایه هاش عین 8051 بود، ولی فاصله های پایه هاش بکنم مثلا 40 پین بزنم درسته، دیپ 40، خب 2 میلیمتر. عین آیسی بود ولی دیگه فاصله پایش مثلا شبیه این. خب فاصله پایان اینا دیگه 2-54 نیست، 2 میلیمتره. حالا ببینید چه بلایی سر من اومد. آیسی دقیقا مدار رو من طراحی کردم، اومدش مثل آیسی 8051 در نظر گرفتم، فاصله پایشون 2-54. آیسی رو برداشتم که مونتاژ بکنم، دیدم که 1 سانت از این و نزدیک نیم سانت از این و نیم سانت از اون ورش اصلا کم اومده. یه دوستی داشتیم شوخ خود میگفتش که آیسی آب رفته. خب ایچی دیگه، من بلا فاصله رفتم روی میز مدیر عامل. یادم اون موقع پول زیادی بود چون برد پی سی بی کلی هزینه شده بود. توی پاکت پول گذاشته بودم، ببین چقدر احساس مسئولیت داشتن. توی پاکت پول کرده بودن از 200-300 هزار تومان، فکر کنم حقوقم مثلا 50,000 تومان بود. 300 هزار تومان تو پاکت کرده بودم گذاشته بودم، یه برگم استعفا گذاشته بودم روی میز. بعد مدیر شرکت اینو دید، این استعفای منو پاره کرد انداخت تو سطل آشغال. پولم گفت بردار تا آتیشش نزدم. گفت تازه هزینه شده رو تو که یاد گرفتی، حالا میخوای استعفا بدی که بری یه جای دیگر یکی دیگر خوشبخت بکنی، اینجا باید بمونی تو شرکت. آره واسه اینکه این سورپرایزا نشه، شما خودتون هم اول پرینت بگیرید، قطعات رو بذارید روی پرینتتون و مطمئن بشید پایه ها حداقل درست باشه. شماره پایه ها هم حتما چک بکنید، اگه 2 نفری چک بکنید که عالیه، که 2 تا چشم باشه، مثلا شماره پایه اشتباه کردی چیزی اینا دیده بشه، با تیک قرمز بزنید، اینا همه رو منگنه بزنید. پرینت که شما چک کردید و اون پرینت دیتا شیت و اینا رو منگنه بزنید، زیرش تاریخ بزنید، امضا بکنید. حالا دیگه بالاخره انسان جایز الخطاه، یعنی اگر هم شما همچین خطایی مرتکب شدید، مدیرتون اومد بهتون گفت، حداقل بگید آقا من چک کردم ولی خب درست چک نکردم، بالاخره من تلاشمو کردم دیگه. خب با اینکه هیچ مستنداتی نداشته باشید اینو بزنید و تمام قطعات چیزه. پس حالا چه چیزایی باید چک بکنین؟ خیلی مفصله، بسته به تجربهتون زیاد میشه. چک لیستی که مثلا حالا این خیلی خلاصه اینجا نوشتم به عنوان مثال اینه: کنترل اتصالات شماتیک. یعنی چی؟ یعنی من میام تک تک شماتیک و پی سی بی و پرینت میگیرم، اینجا روی شماتیک که دارم خطوطو میکشم با تکس مارکر میکشم، پی سی بیش هم نگاه میکنم تکس مارکر میکشم، که اگه آف گرید شما تو شماتیک کشیدید یه دفعه عدم اتصال تو پی سی بی نباشه. بررسی اوپمپ هایی که مدارس فیدبک درست متصل شده باشن، اتصالش رو اینها رو نگاه میکنی. کادر اطلاعات شماتیک به درستی اون پایینش پر شده باشه، تعداد شیت ها بیشتر از یه صفحه هستش، در کادرش حتما تعداد صفحات گفته بشه، طبقه های مختلف توضیحات لازم داشته باشه، شیتتون شماتیکتون خطایی وجود نداشته باشه. توی پی سی بی ابعاد قطعات چک بشه، ابعاد برد کنترل مجدد بشه، ابعاد برد به کمک پرینت 1:1 با یه ابعاد برد تحویلی که واحد مکانیکتون اومده داده چک بشه. میتونید DXF هم بگیرید یا استپ فایل بگیرید، بچه‌ها به اون بچه‌های مکانیک هم بدید، اونا خودشون چیکار بکنن چک بکنید. اینجا اکسپورتاشون هم DXF میتونید بدید، هم میتونید استپ فایل بده، استپ 3D بهشون بدید، اونا بدن توی نرم افزار سالیدشون یا اتوکدشون چک بکنن. اوکی بچه، یا اوکی به من بدی که دارید دنبالم میکنید. پرینت از لایه های بالا و لایه پایین به صورت چرخیده شده یا فلیپ شده گرفته بشه و همزمان مسیرهای طرح شماتیک و بالا چک بشه. بچه فلیپ میتونید بگیرید.
خب ما اینجا فیلیپ هم داریم، من الان میتونم این برد اینجا من بزنم و فیلیپ رو بزنم، کل برد در نمای زیر به من نشون میده. توی پرینت هم من میتونم چیکار بکنم؟ اینو بچرخونم، یعنی که اینجا تو پرینت پریویو، خب اینجا الان پرینت داره میزنه، اینجا الان تو پرینت پریویو که اینجا دارم میزنم، خب اینجا میتونم چیکار بکنم؟ اینجا این ابعاد اینجا که سمت راست موس رو بزنم، ستاپ، یه کانفیگوریشن داره، یه ستاپ پرینتر داره، یه پیج ستاپ داره. پیج ستاپ اینجا تعیین میکنی که آقا این مثلا برگه آچار باشه یا حالا هر چیزی اینها، خب مونو باشه، گری باشه، کالر باشه، اینها اینا رنگاشو اینجا تعیین میکنید. بس این توی ستاپ پرینتر شد. خب بعد پیج ستاپ شد. تو ستاپ پرینتر میایید پرینترتون رو ستاپ میکنید تا تنظیماتی که مربوط به پرینتر. توی کانفیگوریشن میایید لایه ها رو مشخص میکنید که توی این لایه ها میگید آقا این لایه میرور باشه یا فلیپ باشه. خب دوبار روی میزنید، اینجا تعریف میکنید و حتی میتونید ترک ها یا پد ها رو درفت بکنید، یعنی تو خالی باشه، میتونید تو پر باشه، یا حتی میتونید گاهی اوقات وایه ها رو نشون ندید، مثلا شلوغ کرده آفش بکنید. خیلی کارها اینجا میتونید بکنید. این لایه رو میتونید حذفش بکنید، مثلا فقط تاپ لیر رو بهت نشون میده، همه لایه های دیگر میای حذفش میکنید، ریمووش میکنید، موو آنفش میکنید. خب و تمام اینجا هست. اینجا دوره پریفرنسز داره که اینجا میتونی رنگ کالر در حالت گری اسکلش هم مشخص بکنی که چقدر خاکستری باشه یا چقدر پررنگ باشه، یا تو رنگ کالرش معادل رنگیش هم اینجا گذاشته. خب بعد اینا هم اینجا داره. اوکی بچه ها، یه اوکی بزنید اینا رو متوجه شدید. خب اینجا بس میرور میکنید، وقتی میرور میکنید اون لایه رو به شما میرور میده. خب دیگه چی؟ دیگه ابعاد بردتون اینجا کانفیگوریشن و ستاپش و اینا هم گفتم. این فکر کن تو ستاپ پرینتر بود، یه جایی هم بودش که مثلا این اسکیلش چقدره، فکر کن تو پیج ستاپه. خب اینجا نگاه کنیم فیت بورد آن داکیومنت یا اسکیل پرینته که شما می اسکیل پرینتتون رو اینجا یک میذارید. خب یا الان تو ورژن جدیدش باید مثلا 100% بذارید. اینجا چون دو سه تا تیکه داشتهش الان یک بکنیم توی صفحه آچار اضافه، یعنی جا نمیشه. خب توی دو تا سه صفحه اینجوری شد. خب دیگه مثلا دیگه اگر خیلی بردتون بزرگ باشه و اینها گاهی اوقات دیگه تو صفحه آچار جا نمیشه، باید از یه مثلا لایه دیگه استفاده. بس اینو من پرینت میکنم، نه با این پررنگی، خیلی کم رنگ، و شروع میکنم با با تکست مارکر تمام مسیرها و زمینها رو چک میکنم، همهشون نسبت به اون ورودی زمین باید کمترین امپدانس داشته باشه، و با تکست مارکر هر جایی که میبینم که باعث شده که این زمینش اتصالش خوب نیست، میام اونجا پی سی بیش رو اصلاح میکنم که همه نسبت به اون زمین ورودی چیز باشه. نگاه کنین دل رو برعکس نشون داده، چرا؟ چون میرور فعال بودش. یه اوکی بدید که بچه ها اینا رو متوجه شد. اینجا من میرور رو بردارم، این دوره برمیگرده و از اون ور، یعنی باتم رو دارید میگیرید و میرور میکنید که واقعا همون شکل واقعی باشه تو حالت باتم، و تو تاپ رو بدون باتم میذارید. خب اوکی، اینم از این که نکات مربوط به پرینتو گفتم خدمتتون. اینجا نکات یک به یک و اینا هم انجام بدید. گربرش، شما اگه بخوای گربر بگی، گربر چیه بچه ها؟ یه سری ابعاد و اینها هستش که همش گرافیکی هستش. خب و اگه خارج از کشور دارید انشاءالله بردتون رو سفارش میدید، اونجا برد آلتیوم و اینا نمیفهمن، اونا اصلا میگن که ما کاری نداریم تو با چی طراحی کردی. خب اونا فایل گربر رو میگیرن. میخوای فایل گربر بگی، میاد اینجا اکسپورت میزنید. خب اکسپورت، بعد میاد روی گربر. خب اینجا کو گربر؟ تو فابریکیشن آوتپوته. خب تو اکسپورت نه، تو فابریکیشن آوتپوت اینجا گربر، یه دونه گربر فایلز داره، یه x2 فایلز داره. گربر فایلز رو انتخاب میکنید، میگه آقا اینا معمولا 2.5 و اینها همینا رو لازم است تغییر بدید. خب اینجا لایه ها رو میخواید بگی که کدوم لایه رو بفرستید. گاهی اوقات لایه های مثلا مکانیکایی که کلی اینجا هستش، ابعاد 3D قطع هستش، اصلا ما تیکشو نمیزنیم،
فقط تیکایی میزنیم که مربوط به اونجا میشه. تاپ سولدر مهمه، تاپ لیر هست، باتم لیر هست، باتم سولدر هست، پادر پیست، باتم آورلی. خب مکانیکال یک، اگه مکانیکال لی یک مربوط به ابعاد دور برد باشه، اون محل هایی که باید برش بخوره ما تیکش میزنیم، اگر نیستش نمیزنیم. تاپ اسمبلی و باتم اسمبلی هم اینجا در حقیقت بازم لازم نیست الزامن. خب واسه تولید پی سی بی. خب کیپ اوت لیر، تاپ پد ماسکر، مستر دیگه، باتم پد مستر، اینا هم دیگه لازم نیست، همین کیپ اوتش اوکیه. خب اصلا من نمیدونم چی الان این تاپ پد مستر رو نمیدونم، باید ببینم چیه تعریفش. خب این از این. اینجا پلاتش رو تیکش رو میزنیم، میریم تو قسمت دریل، اینجا پلات آل یوز دریل پی رو اینا تیکاش رو میزنیم. بعد این قسمت اپرچرز که تنظیمات خود ارتباطش با اون دستگاه هستش، اصلا هیچ چیزیش رو تغییر نمیده، همینجا میمونه. تو قسمت ادوانسش اینجا ایکس و وای زده، ماکسیموم برد تو داریم. اگه برد یه حدی از این ابعاد داره بزرگتر میشه دیگه خروجی ازت نمیگیره، ارور هم میدادش، ارورش هم معلوم نبود چی بود. اینجا میای این ابعادش رو با توجه به چیز عوض میکنی، ابعاد فیلمه. اینجا که اوکی بکنید یه مجموعه خیلی زیاد فایل گربر واسه درست میکنه. اوکی، گربر رو که درست کرد میخوای بازش بکنید، یه دونه فایل نیو میزنید، نیو پی سی بی میزنید. این کم تستیک هم خودش نشون میده البته اون گربری که تولید کردید، ولی با خود پی سی بی هم میتونید ایمپورت بکنید و اینو ببینید گربر فایلی که درست کردید. الان من اینجا گربر فایل ها رو اینجا مثلا گذاشته. خب بعد اینجا فایل ایمپورت چی؟ گربر بچ انتخاب. گربر فایل خالی بزن فقط یه دونه فایل رو میاد ایمپورت میکنه. گربر بچ رو این تمام فایل هایی که مربوط به گربر هستش رو اینجا انتخاب میکنه. گربر رو یه دونه که انتخاب بکنی اینجا ایمپورت میکنه. درست شد؟ همه رو که ایمپورت کرد دیگه این لایه هایی که اینجا داره نمایش میده لایه های واقعی نیست. خب اینا هیچ کدوم دیگه همش خط و خطوط هاییه که فقط به درد فیلم میخوره و یه دفعه میبینی تو تاپ مثلا تو لیر مثلا مکانیک اومده مثلا چیزو کشیده، تاپ لایر تو کشیده، مثلا میگی چرا اینجوری شدش اینا. یا مثلا رو کامپوننت ها دوبار کلیک میکنی نمیره تو پراپرتیز. اینا همش دیگه نقاشیه فقط برای گرفتن فیلمه. بچه یه اوکی بدید که این داستان گربر رو متوجه شدید. بریم ادامه بحث. خب بی او ام میخوایم بگیرم. من بچه از شما عذرخواهی میکنم از ساعت 2 دقیقه گذشته، ببخشید دیگه از اینجا به بعدش دیگه دارم وقت خودتون رو میگیرم، از این بابت از شما عذرخواهی میکنم. خب میخوام بحث رو جمع بکنم که دیگه چیزی نمونده باشه. اگه خسته شدید بگید بچه ها. خب عرضم حضور شما که اکسپورت که داریم میکنیم، اسپورت که میخوایم بگیریم از فایلامون، میایم چیکار میکنیم؟ به این صورت عمل میکنیم. اینجا فایلمون هستش، من اینجا میخوام از این اکسپورت بگیرم. خب اینجا برم داخل خود پی سی بی، اینه میخوام اکسپورت بگیرم، بیل آف ماتریالز، یعنی قطعاتی که استفاده کردم. بعد نگاه میکنم اکسپورتی که این بای دیفالت داره میگیره اکسپورت خوبی نیستش بچه ها. ببین اگر تمپلیت هم داشته باشه تمپلیت های خاص خودش رو انتخاب میکنه و اینجا الان من اکسپورت بگیرم حتی اینجا نگاه هیچ اسم قطعه هیچی نیومد. خب اینجا مقدار نداره این قطعاتش، رزیستور 1 نوشته دیگه، اینجا باید الان میدادش. خب الان باید اینجا یه ریپورتی میمد، اینجا هیچ چیزی نمایش نمیده. خب پریویو هم بزنیم ببینیم چیزی میاد یا نه. خلاصه کلام این که اینجا داری اکسپورت شما دارید میدید. خب فایلی که داره واسهتون آماده میکنه یه فایلی اینجا گذاشته، حتی اینجا کامپوننت اینا باید داشته باشه. بذار من یه این فایل اصلا اکسپورت نمیده، بذار این فایل خودم باز بکنم، این برد پاور خودم این که خالیه. خب اینجا پاور ورژن 2، اینجا ورژن 3 بکنین کامله. آها
اینجا ریپورت بیل آف متریالز رو میزنید. خب اینجا میزنه، اینجا هم هیچی نشون نمیده. جالبه. خب شاید چون یه پروژه باز نکردم باشه دلیلش این. بذار ببینم این پروژه باز بکنیم. نباید اینجوری باشه ولی احتمالا اینه. اینجا سیشن 2، اینجا من مثلا پروژه، اینجا همینو مثلا من پروژکتشو باز بکنم. خب الان همین فایله. خب فقط این دفعه تو پروژکته، تو پروژکت مربوط خودشه. نیا کنید اومد. گرفتی چی شد بچه ها؟ تو پروژه خودش نباشه نشون نمیده. حالا اینجا من اکسپورت رو که میزنم، اینجا من پریویو بزنم یا اکسپورت رو بزنم، نیا کنید یه چیزی میادش که مناسب مونتاژ کار نیست. خب نیا کنید بچه ها، اینجا نه تعداد زده شده ولی این که حالا مثلا اولش الکترو گذاشته، مونتاژ کار چی میخواد؟ میخواد ببین از هر قطعه‌ای چه مقداری این کامنته مثلا باید بیادش قبل از این لایبرری ریفرنس. بعد دیزیگنیتور مهمه، این دسکریپشنه حالا اینجا مهم نیست، فوت پرینت اصلا واسش مهم نیست. خب و بچه یه لحظه ببخشید در زدم، من در رو یه لحظه باز بکنم، الان برمیگردم. بذار این رکورد رو یه لحظه میوت بکنم. خب این ادامه رکورد. خب چی رو داشتم میگفتم؟ اینجا اکسپورت اومدیم گرفتیم، خب بعد دیدیم که خوب نیست. درست شد؟ این اکسلش به درد اون کار مونتاژ کار نمیخوره. من چی کار کردم؟ من اومدم یه فایل تمپلیتی آماده کردم. نیا کنید بچه ها، تمپلیت خود گوگل هم خود آلتیوم هم مناسب کارمون نیست. الان نگاه کنید تو قسمت پروژکت، اینجا من یه دونه لیب دارم و تو بی او ام هم اومدم یه دونه بی او ام تمپلیت درست کردم. اینجا تو تمپلیت من اگه نگاه بکنید اینجوریه. لوگوی شرکتتون اینجا میتونید بذارید، فیلد مساوی تایتل بذارید، تایتل شما میادش. خب کالم اینجا تو تک تک این کالم ها نوشتم کامپوننت، دیزیگنیتور، فوت پرینت. اینا کجا داره میاد بچه ها؟ تو طرح اصلی نگاه کنید اینها. دیزیگنیتور اینه، یعنی گفتم این کالم دیزیگنیتور رو اینجا نشونم بده، فوت پرینت رو اینجا نشون بدم، لایبرری ریفرنس رو اینجا نشون بده. خب گرفتید بچه ها؟ یه اوکی بدید که اینو متوجه شده. اینجا کالم مثلا کانتیتی رو اینجا نوشتم، ریکوایرمنت هم خودم تعریف کردم و این نسبتی از ضرب این دوتا نقطه است. این دوباره روش من بزنم نسبت به اینه. نامبر آف د بوردز هم اینجا من گذاشتم چیز میکنه. اوکی 3 تا خط رو می نویسید. این تمپلیت آماده است. خب من این تمپلیت رو اینجا من ببندم. بعد میام چیکار میکنم؟ تو اینجا که دارم ریپورت میگیرم، خب میام توی اینجا انتخابش میکنم. خب اینجا توی قسمت پروژکت و قسمت لایبرری اینجا بی او ام، اینجا دل الکترونیک رو اینجوری انتخاب میکنی. بعد اینجا دوره اکسپورت میگیری. خب بعد ببینید چقدر فرق میکنه. خب یعنی اون مونتاژ کار از این برگه‌ای که دارید میدید بهش متوجه میشه که شما چی کاره اید، شرکتتون چی کاره است. وقتی که شما با یه استاندارد خیلی بالایی دارید ریپورت میدید اینها، اونم متوجه میشه که باید دقت خوبی توی کارش داشته باشه. خب اینجا ظاهرا اکسپورتش تمامشو نشون نداد. بذار اینجا روش برم که سمت راست رو اینجا اوپن رو نشون بدم. حالا این یه گزارشه که میبینید، اینم یه گزارشه. متوجه اید؟
بیل آف متریال پروژکت PWR پروژکت فلان، اینجا کامپلنت لیست، اینجا سورس دیتا فورام، نمیدونم پروژکت وریانت، همه چیزش نوشته، ساعت و دیت و اینها، نامبر آف د بورد الکتریکال، اینجا هم دل الکترونیک صنعت. بعد اینجا اومده مونتاژکار چی میخواد، کوانتیتی رو میخوادش، ریکوایرمنت رو میخواد، ریکوایرمنت رو شما میخوای که داری پارت لیست واسش آماده میکنی. قطعه همون اول اومده، دیزیگنیتور جلوشه، فوتپرینتش هم اینجاست. خب اینجا من میذارم از این بورد مثلا میخوام 100 تا تولید بکنم، اون کسی که داره پارت لیست رو جمع میکنه دیگه لازم است ماشین حساب برداره، میدونه که مثلا 220 میکروفاراد 35 ولت زد ال بعد 200 تا برداره، حالا داره 200 تا یکی دو تا اضافه میذاره که اگه مونتاژکار گم کرد و اینها مشکلی نیاد، بوردا کامل بیادش دیگه، حالا یکی دو تا قطعه بالا پایین اشکالی نداره. اوکی. بعد به مونتاژکار هم میگید، میگه اگه قطعه چیزی کم بودش یه بورد علامت بزن، یه لیبل چیزی روش بچسبون، اونو آخر سر مونتاژ بکن که چی، که اگه یه قطعه کم اومده تو یه دونه بورد همه قطعات کم بود باشه، تو کل بوردها پخش نشه. بچه یه اوکی به من بده، این نکته آخر رو متوجه شده. ببخشید ساعت 10 هم گذشته دیگه، دارم بحثم طولانی شد، از شما عذرخواهی میکنم، خستم شدید ببخشید. خب این کل داستان اینه. پس به مونتاژکارتون میگی که یه دونه یا دو تا بورد رو بذاره کنار، روش لیبل بزنه و یه چیزی وحشتناک بهتون تحویل نده، مثلا 100 تا بورد بده، تو هر 100 تا بورد هر کدومش یه چیزی کم باشه، دیگه فاجعه میشه. اوکی. خب اینم از این. دیگه چی داریم؟ به این دوره تو ریپورت این بس، اینم خدمتتون عرض کردم دیگه. فایل مونتاژ اینا بچه، فایل مونتاژ میخوای آماده بکنید، میای روی اینجا توی همون فایلتون، مثلا این فایل رو من میخوام مونتاژش رو به دست بیارم، میام اینجا کپی میکنم، خب اینجا روش انتخاب میکنم، اینجا مثلا چیز میکنم، سیو ازش میکنم، یه ورژن دیگه ازش میگیرم اینها و اسمش رو میذارم مونتاژ. خب درست شد، میذارم مونتاژ. الان یکی فایل رو اینجا نیاورده، اون یکی فایل هم اوپن میکنم، اینجا نشونش میدم، اینجا میتونم ادش بکنم تو پروژکت. اینم اون بورد قبلیه بود، درست شد. اینجا هم میادش، اینجا اینم میادش اینجا، بعد اینو دور میندازم تو پروژه، اینم میذارمش اینجا. خب حالا این بورد پاور اصلیمه، اینم بورد مونتاژمه. خب میخوام اسما رو واسه مونتاژکار آماده بکنم، دوبار روی قطعهش میزنم یا کلش رو میام سلکت آلش میکنم، کل قطعات رو انتخاب میکنم، سلکتش رو میکنم، میام یه قطعه رو اینجا میزنم، کلید سمت راست موس رو میزنم، فایند سیمولار آبجکت رو میزنم، سلکت رو اینجا انتخاب میکنم، اپلای میکنم و اوکی. خب بعد میگن تمام دیزیگنیتورها رو اینجا چیکار بکن، اتو پوزیشن بکن. اینجا میام پایین، اینجا حالت پوزیشنش رو اینجا زده، این پایینه، نگاه کن، فوتپرینت نیمه. خب آها، من الان قطعه رو گرفتم، خب ما باید دیزیگنیتور ها رو میگرفتیم. میام دوباره روی قطعه، نگاه کن روی یکی از این اسما که اینجا هستش، اینجا فایند میکنم، میگم آقا دیزیگنیتور ها رو واسه من سیما رو اوکی بکن، یه اپلای میکنم و یه اوکی بزنم، فقط الان دیزیگنیتور ها رو انتخاب کرد. خب بعد میگه چیکار بکن، اتو پوزیشن داره، اتو پوزیشن رو من میزنم چی، سنتر. تمام اینها که من بیرونش چیده بودم و مرتب کرده بودم اینا همه رفت داخل. شما وقتی پرینتی که دارید میگیرید اینجا، وقتی که من دارم پرینت پریویو میگیرم دیگه تمام این قطعات وسط قطعه چیزه، اینجا من میام لایه هاشو هاید میکنم، میام تو قسمت مثلا کانفیگوریشن تاپ آورلی یا تاپش رو گذاشتم، باتمش رو اینجا چیکار میکنم، کلوزش میکنم یا دیلیتش میکنم. خب اینجا تو پرینت بچه نگران نباشید، یعنی لایه دیلیت نمیشه، فقط تو پرینت نشون نمیده. خب اینجا الان اوکی شو من بزنم، نگاه کنید بچه ها، اینجا الان تاپ ها داره نشون میده. الان نگاه کنید پلیگانه تو این تاپه داره اذیت میکنه، میخوام اصلا پلیگان نشون نده بسن. خب
چیکار میکنم؟ روی تاپ لیر دوبار کلیک میکنم، میام اینجا پلیگانش رو چیکار میکنم؟ آف میکنم. تمام سرنخ‌ها رو دارم بهتون میدم اما بچه‌ها. خب اینجا پلیگان میتونید درفت بکنید یا آف بکنید. اینجا اوکی میکنم، اینم اوکی میکنم. نگاه کن، این پلیگانه دیگه نیست. الان میبینم این سفید خانا نیستش، این پدها مزاحم هم هستن. خب میتونی بیای چیکار بکنی؟ میای تو قسمت پیج ستا گری رو میکنی مونو. خب همش الان سیاه میشه. خب خیلی خوب گویا. بعد میام دوباره تو کانفیگوریشن اینجا تاپ لیر دوبار روش میزنم، میگم آقا این پدها رو همه رو درفت بکن، یعنی پدها همه تو خالی بشه، هم تو کامپوننتش هم فری پریمیتیوش. اوکی. بعد اینجا من اوکی بکن، اینجا اوکی بکن. نگاه کن بچه‌ها چجوری شد؟ اینجوری شد. میبینید بچه‌ها؟ یا اوکی بکن، اینا رو متوجه شدید؟ خب حالا اینجا یه سری وایا داره یا فلان داره، اینا هم دوست ندارید مثلا این وایا ها هم بیفته. حالا اینجا وایا هاش کمه. خب اگه مثلا وایا ها خیلی زیاد بود، بعضی وقتا انقدر زیاده که خود وایا ها باعث میشه که ببین هر کاری که باعث بشه حواس مونتاژکار به هم بخوره ما نباید اینجا بذاریم. اینجا هم وایا رو آف میکنم، اینجا اوکی میکنم دیگه، این وایا ها نشون نمیده. خب اوکی دارید بچه ها؟ حالا باتم من میخوام اینجا نشون بدم. کانفیگوریشن رو میرم اینجا، تاپ آورلی رو میام چیکار میکنم؟ باتم آورلی رو انتخاب میکنم. باتم آورلی رو انتخاب میکنم. آیا بس؟ نه، میرورم میکنم چون دارم از زیر دارم نگاه میکنم. تاپ لیرش هم اینجا دو روش کلیک میکنم، با همین تنظیماتش باتم لیر رو انتخاب میکنم. اینم اوکی میکنم، اینم اوکی میکنم. اینم هم زیر برد منه. خب این ترک ها آمده مزاحمه، چیکار میکنم؟ میام میگم آقا ترک ها رو واسه کلن آفش کن. اینجا باتم لیر رو من میزنم، اینجا ترک ها یا تریس ها رو، حالا تو نظر دیگه اسمش تریس، اینا رو من میگم آفش بکن. خب و تمام تریس ها آف شد. اینجا قطعات قشنگ واضح مشخص از زیرم هست، مینی کانکت افتاده راست. خب اینجا افتاده راست و اینها همشون به صورت، یعنی هر قطعه رفته سر جاش نشسته. این شماره ها ما اینجوری نمیزنیم وقتی مارکاژ نمیشه، این شماره ها بیرونه. خب ولی واسه مونتاژ کار این مدارکی که داریم آماده میکنیم اینو واسهش چیکار میکنیم؟ میفرستیم و اون نگاه میکنه. بر حسب اینا که نگاه کنیم بچه ببین وقتی که مرتبم شده مثلا دی 15 14 13 همه بغل همه، حتی این مارکاژ اینجا که مثلا اینجا دور و برش هستش اگه فکر میکنیم مزاحم هستش میتونیم اونا هم ورداریم. میایم توی باتم آورلی. خب اینجا این باتم لیره، توی باتم آورلی مثلا تمام لاین ها رو اینجا میام دیگه، چی داره؟ ترک داره، اینجا هم ترک بهش میگن. اینجا میان درفتشو میکنن که اینجوری تو خالی میشه. اوکی بچه ها، یه اوکی بزنید که اینا رو داریم متوجه بشه. این دیگه بشه گفت کامل ترین دوره‌ای که برگزار کردیم دوره‌ای بود که شما اومدید داخلش. خدا رو شکر تمام مطالب با عمق خیلی خوب و با توضیحات خیلی کامل گفته شده. حالا دوستان بعدی که صدا و تصویر منو میبینن تو یوتیوب انشالله واسه اونها هم مفید باشه. خب پس اینا هم اینجا خدمت شما گفتم. دیگه چی؟ گربه رو گفتم، گزارش تولید و توصیه برای ورژن بعد. چی کار میکنید بچه ها؟ تو ورژن بعد قراره که این بورد بالاخره این بورد آخر اون شرکت که نیستش که اون بورد قراره تست بشه فلان بشه، بعد ببینن که مثلا مشکلاتش چیه تو ورژنای بعد اونو بیان حلش بکنن. بالاخره این داستان این طراحی ادامه داره دیگه. خب من برگردم تو این پروژه، تو این کورس شما تو ادوانس 1. خب و اینجا سیشن 2، اینجا مثلا این بورد پاوره، اینجا مثلا این بورد مثلا ورژن، حالا ورژن های مختلف داره. اینجا چیز شده. بعد چی کار میکنم من؟ اینجا میام یه دونه اینجا یه فولدر رو درست میکنم، یا حالا بسته به سلیقه خودتون مثلا به اسم مثلا ورژن یا همچین چیزی. خب میتونی این کار بکنی، میتونی همینجا یه دونه نوت مثلا اینجوری درستش بکنم اینجا. خب اینجوری به اسم نوت. خب توی این نوت مثلا on the next version
should change as result as below مثلا. خب بعد یک مثلا changing the مثلا فلان، خب و الی آخر. شما دارید تست میکنید، راه اندازی دارید میکنید، مثلا در هر چیزهای مختلفی دارید انجام میدید. خب و متوجه میشید که تو ورژن بعدی این اتفاقات باید بیفته، ابعاد قطعه باید عوض بشه، تو مونتاژ مشکل داشتش، علاوه الکتریکالی مونتاژ مشکل داشتش، مثلا ترک ها باید جابجا بشه، یا مثلا یه سری چیزها آپشن ها باید اضافه شه. همینا رو اینجا مینویسید. خب چون ممکنه یه ماه دیگه، ممکنه یک سال دیگه قراره اون بورد دوباره ورژن بخوره. این نباشه که یه اشتباهی رو شما توی ورژن مرتکب شده، تو اشتباه بعد تو ورژن بعدی هم دوباره همون اشتباه مرتکب بشید. خب و به این میگن داکیومنت کردن و در حقیقت شما واسه آینده هم دارید فکر میکنید. اوکی بچه این نوته ایش ربطی به بحث پی سی بی نداره، ولی خب دیگه مهمه دیگه، به اندازه خود نرم افزار آلتیوم و طراحی اهمیت داره. خب حالا برنامه‌نویسی هم دارید میکنید، هم اینجا میتونید روش بنویسید. حالا هر کاری که دارید انجام میدید در نهایت واسه ورژن بعدیش یه کامنتی بذارید، اینو سیوش بکنید، اینو مثلا سیوش بکنید. اگر یه نفر دیگه خواستش بیاد تولید بکنه، میاد اینجا میبینه ورژن، یه نوتی نوشی، ریدمی نوشی، فلانه، باز میکنه میخونه چه کارها چه نکاتی اینها، یه ریپورتی بدید. خب دیگه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. یه نکته کوچولو من بهتون بگم، این که به قول گفتنی یه چیزی هست، ضرب المثلی هستش، همیشه تو ذهنمه و همیشه سعی میکنم اونو رعایت بکنم. خب میگن نعلی، بذار بیارم، اینو نمیدونم بهتون گفتم یا نه، ولی این یه ضرب المثل ژاپنی هستش و اگه همه دوستان اینو رعایت بکنن، انشالله کشور ما یه کشور خیلی پیشرفته میشه. تو کشور دیگه اینو رعایت میکنن. میگن به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. کل داستان اینه. شما الان داری بورد پی سی بی طراحی میکنی، شاید به چشم نیاد، شاید کارتون به چشم نیاد، ولی واقعا اهمیت داره. تک تک کد دارید میزنید، FPGA دارید طراحی میکنید. خب هر کاری که دارید انجام میدید سعی بکنید بهترین کارتون رو انجام بدید. اصلا فکر نکنید که حالا این کار رو یه جوری جمعش بکنم، این کار رو یه جوری ردش بکنم. خب بعد همه اینها طبق قانون برگشت به شما برمیگرده. یک ماشینی میخرید، میبینید کلی مثلا یک سال هزینه کردید، یک سال اومدی پس انداز کردید، یه ماشین خریدید، بعد میبینید مثلا ترمزش درست کار نمیکنه، بعد میگی که مثلا چه میدونم این شرکت سایپا که همیشه ماشینای خراب میده. ربطی به اون نداره. این نگاه کل جامعه عوض بشه، همون پرایدش هم بهترین ماشین میشه. پراید یعنی افتخار، یعنی تو کره که اینو ساختن، تاریخچه‌ش رو بخونید، دقیقا ورود خودروسازی کره به ماشین سازی که این هم ماشین مدرن داریم از پراید بوده. خب لذا بستگی به نگاهمون داره، نگاهمون عوض بشه. من بهتون فقط نگاه یک نفر تو این جمع عوض بکنم، اصلا بحث پیس وین اصلا اهمیتی نداره. یک نفر من بتونم عوض بکنم، چه بسا اون یک نفر یک اثر خیلی بزرگی تو جامعه داشته باشه. خیلی دوستتون دارم، خیلی خوشحالم که این فرصت و این نفس بودش و من تونستم برای شما این دوره رو برگزار بکنم. براتون بهترین ها رو آرزو دارم. انشالله هر کجا که هستید بدرخشید، هر کجا که هستید بهترین باشید، هر کجا که هستید اسوه و تک باشید و نامتون همیشه سربلند باشه، نامتون بلند باشه و همه
به قول گفتنی از وجود شما لذت ببرن. و نکته دیگه اینه که یک روزی از شما این خبر رو بشنوم که به من دارید میگی که یک دوره آنلاینی گذاشتید، تجربیات سالیان سالتون رو میخواید به اشتراک بذارید، به بقیه دوستان دیگه آموزش بدید و من با افتخار نفر اول میام تو دورتون ثبت نام میکنم و احساس خیلی خوبی دارم. امیدوارم که این زنجیر همیشه ادامه داشته باشه و این کار توسط دقیقا تو حوزه الکترونیک متاسفانه یه خورده خیلی کمرنگه و این زنجیر ادامه پیدا بکنه و تعداد نفرات زیادی ما داشته باشیم که دارن این کارو میکنن و این تجربه رو بتونیم به تک تک دوستان عزیزی که الان دانشجو هستن یا تجربه کمی دارن کمکی کرده باشیم. بالاخره یک نفرم اگر از این آموزش ها باعث بشه که دقیقاً کارش بهتر بشه، طبیعتاً به خانواده و حقوق اون کمک کردید، باعث میشه که یعنی خساستی خدای نکرده، شما که خیلی دوستان خیلی خوبی هستی، خساستی توی یاد دادن به هیچ بنی بشری نداشته باشید. همونجور که گشاده و با تمام وجود یه چیزی رو به دیگران یاد بدید، دیگران هم هستن که در آینده دست شما رو میگیرن و به شما کمک میکنن. جواب سعدی گفته که تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. و السلام علیکم و تا روزهای بعدی و انشالله عمری بود تو دوره پیشرفته 2 در خدمت شما هستم. فعلا خیلی گرفتار هستم، فکر میکنم که حالا نمیتونم دوره پیشرفته 2 رو برای شما عزیزانم برگزار بکنم. اگه اوامری ندارید، اگه امری ندارید، سوالی چیزی ندارید، از حضورتون مرخص میشم. ممنونم، شما هم خسته نباشی عزیزم. خسته نباشه احسان خانم، خسته نباشه خانم اسدی، باقی دوستانی که تو این دوره بودن و ما رو همراهی کردن.